بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشنده و بخشاینده مهربان. یک برادر سوال کردیم که درباره انشاءالله کسا را کار می‌فرماییم و چندین سال یک برادر نشست که چندین سال چقدر پولی مردم را خوردم و چقدر کدام حالت که ادا کنم چی میشود انشاءالله در این باره سوال خدا خواهد کمتر همین موضوع را خدا خواهد برای شما انشاءالله آشکار نکنیم. البته ما شما میشنیم اکثر جوانان را دعوت میکنیم به کار، اکثرتون اینا میان عرب میگن پس رید نکش میگن انشاءالله خدا خواهد کفیل میگن و چند معنا خدا خواهد بیان میشود که وقتی که شما یک انسان را برده نگفتین که همین کار را میکنی، وقتی که کار انتها میکنی همین قدر پول میگیری، انشاءالله خدا خواهد باید که شما بعد کار انجام دادن باید که این برادرها را البته راضی کنید. متاسفانه بعض جوانان را میشنیم که بیچاره را کار میفرمیدن برای دروغ برای حرام اینا را فریب میکنن، دروغ را اینجا شروع نکردی پولاشون نداده سرسام کرده، چون که ما در حد قشلاق خودمون هم من یک خدا خواهد این کار شاهد شدم. 7-8 بچه را بردم در یک خدا خواهد چایخانه، این انشاءالله خدا خواهد گفتیم مثل این زمان رزبار کردن انشاءالله خدا خواهد، بلکه اکثر شدسته است. ما از شما خواهش میکنیم که البته این میان راه این پس رید نکاح از شما از خدا بترسیم، از الله سبحانه و تعالی ترسیم و حق اینها را ادا کنیم. این بیچاره ها به یک امید انشاءالله خدا خواهد چکار میکنن؟ سفر میکنن به یک امید که زندگی ما بکنم، یا که انشاءالله خدا خواهد توی کنم، یا که فرزندان خوش رو پوشونم. انشاءالله با من میدونم اکثرش قرض گرفته میرن، در قرض بودگی هستن. با شما انشاءالله خدا خواهد اینها را چندین در قرض بوتونده سادید. خودتون شما در همین جای همین برادران مانینو شما کار کنید و این برادر شما را فریب کنه چقدر در میکند. از الله ترس. من گمان میکنم که کسی که بچه ها را کار میفرمد و پولاش نمیده این کس به ایمان است. آدم ایماندار، آدم خدا ترس، آدم خداجو البته این کار نمیکند. باز اون پول این برادر رو گرفته ساده خدا خواهد انشاءالله فرزند نگاه خوش رو خورونده ساده، خوش رو پوشونده ساده، انشاءالله باید همه زهری تنر میشه. انشاءالله این چیز در شریعت هم در قرآن عظیم و شان هم الله سبحانه و تعالی حرام کرده. خدا در قرآن عظیم و شان میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات و عملوا الصالحات صدق الله العظیم. خدا میگه ای کسانی که ایمان آوردین بر روز قیامت، ایمان آوردین به یگانگی من، شما بخورید حلال خورید انشاءالله خدا خواهد. بعد از حلال خوردن بعد عملهای صالح کنید خدا سبحانه و تعالی. یعنی حلال خوردن فرض است انشاءالله خدا خواهد. حرام را حساب، حرام را عذاب است عزیزان من. وقتی که به فریب میکنی خیال میکنی که باید دعای خوبت میکنن زهری تنت شود میگد در یعنی مردت کار میشه فرد و ها کدا چندین دعاهای بد میکند. این ضعیفه که تو انشاءالله این عذابش میدی شعار میگد گر ضعیفه در زمین خواهد امان غول افتد در سیله های آسمان. البته این ضعیفایی که خودت ظلمشو میکنی البته پیش الله شکایت میکنن، الله سبحانه و تعالی انشاءالله تو را در این دنیا هم در آخرت هم رسول میکند. شاعر میگد مالی کس لذت برد بر کامت گلوگیر باشد روز قیامت. از الله ترس. این دنیا در لذت میبری مبادا همون پول فرسونی اگر پدرت اگر مادرت حج برود حقی مردم باش حج قبول نیست. خودت حج رای خدا خواهد 10 بار به همون فریب پول حرام کتی برو الله سبحانه و تعالی هیچ وقت حجت را قبول نمیکند. از یادم داشت خودت جای ببینم اون بیچاره ها چندینش گریسته گشته است، چندین انشاءالله بعد جوان ها میشنیم خدا خواهد راهبرایی که کارشو میفرمند پولای بیارد زدا به دستانیان دوزیده. از خدا نمیترسید. این مالی که دوزی میارین حرام است، زندگیتم، خوردگیتم، پوشوندگیتم انشاءالله همش حرام است. نمازتم قبول نیست، چون که در نماز
الله سبحانه و تعالی پوشیدنی لباس، پوشیدنی بدن فرض است. 12 فرض متفقون علیه باشد، 6 درونی نماز، بدنی پاک، لباسی پاک فرض. اگر با همون پول لباس خرید، با همون پول انشاءالله خدا خواهد خورید، الله سبحانه و تعالی عبادت قبول نمیکند. شاید گفته سبزه روی زمین از دانه گندم می شود، تلخه جام کندن از مال مردم می شود. انشاءالله خدا خواهد. خداوند همچنان میکند که ماها سالها در باشد تلخه جام میکنی ولی مال مردم. من چندین حرام خورا را دیده هستم که حرام خورها به چقدر عذاب و به چقدر عقوبت، به چقدر انشاءالله خاری و زاری از این دنیا گذشتن. حالی پیش الله نه پیامبر گفتن که صحابه را سوال آیا میدونین که مفلس کی است؟ گفتن مفلس ما میدونن که کسانی که پول ندارن، چیز ندارن، اینا مفلس میگن. نه که روز قیامت گفتن مفلس ها یا اینا کی هستن؟ کسانی که خیلی آدم ها را ظلم کردن، ناحق پول چیزاش نخوردگی هستن، اون صاحبای حق اومده تمامی عملات میگیرد. انشاءالله خدا خواهد تمامی گناه وریفته دو دست در پتی بینید، این انشاءالله دوزخ میره. در این دنیا دادن مال آسان است. در این دنیا انشاءالله ادا کن انشاءالله. در این دنیا خدا خواهد راضی کن انسان. دو حق است، حق الله است، حق العبد است. حق الله حق الله، نماز است، طاعت است، عبادت است، الله خواهد میبخشد. لیکن حق انسان نمیبخشد الله تا اینکه انشاءالله خدا خواهد اون صاحب حق راضی نشود. من خواهش میکنم از جوانایی که کسی که پلای مردم بسیار فریب کرده است، اگر در همین قشلاق مورد دعوا که جنازش نمیخوانیم. جنازش درست نیست، آدمی قرض داره، جنازه درست نیست داره. از خدا بترس. امروز فرصت است، امروز دادن مال، امروز حقی ادا کردن مردم، امروز انشاءالله خدا خواهد از آسان است. نگی به فردا بر مشکل است. تو برادر از من خفه میشی، نگی خفه شی نشی. قل الحق فإن كان مرا، و پیغمبر بزرگ بگو حقیقت را اگر چند تلخ باشد. امروز با تو تلخ میتواند بنا گنده میبینی، نگی روز قیامت توی کن، ولی دم مردن توی کن. روز قیامت نزد الله جواب دادن میکن. این دنیا نم رسوا میشه، این دنیا نم خار، این دنیا نم زارت میکنه الله سبحانه و تعالی. سخن کنیم، سخن بسیار است عزیزان من، چون که میدانیم که قشن انشاءالله کفایت میکنه. اگر آدمی ایماندار نگفتی محمد ایرانی، یک نکته بس از هر کی شعور است ورنه چراغ پیشی کور است. آدمی که ایمانش هست این سخنها را شنود، انشاءالله قلبش بلرزه میآید و شب و روز برای ادا کردن حرکت میکنه. من یک برادر ایمانش کامل بوده درباره امام که چیکار کنم دامن جان، انشاءالله خدا خواهد صاحبای حق یافته ادا کنیم. اگر نتوانیم گذشتگی باشم درهای کم بغلا بیچارا خرج کنیم، انشاءالله الله سبحانه و تعالی راضی میشود. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.